اگه مدتی از وضعیت مالیت خسته شدی، اگه قبض‌ها روی هم جمع شدن، اگه دیگه حوصله نداری هر ماه برای سر و هم کردن دخل و خرج دست و پا بزنی، بیا این چند دقیقه رو با من باش. چیزی که الان میخوام باهات در میون بذارم، ممکنه در نگاه اول عجیب یا حتی غیر ممکن به نظر برسه. ولی لطفاً زود قضاوت نکن، چون خیلی‌ها درست بعد از شنیدن همین پیام زندگی مالیشون زیر و رو شده و نقطه مشترک بین همشون اینه. یک پیام معنوی شنیدن، همون پیامی که الان داره به تو هم میرسه. ولی چیزی که بیشتر از همه تعجبش رو برانگیخته بود این بود که حتی قبل از اینکه پیام تموم بشه تغییرات شروع شده بود. شاید بگی خب تصادفیه، ولی راستش نه. اینکه الان این پیام جلوی چشم توئه اتفاقی نیست. یه چیز درونی، یه حس راهنما، یه نیروی نامرئی باعث شده بیای تا اینجا. چون الان وقتشه. وقت یک جهش مالی بزرگ. توی این ویدیو قراره با هم یه سفر شروع کنیم. یه سفر واقعی به سمت ذهنی که نه تنها ثروت رو جذب میکنه، بلکه نگهش میداره. نه با تلاش دیوانه‌وار، نه با کار شبانه روزی، بلکه با فهمیدن یک اصل ساده. پول آینه درون توئه. اگه آماده‌ای که ذهنت رو تنظیم کنی، انرژیت رو باز کنی و درهای نعمت رو به روی خودت باز بذاری، این ویدیو دقیقاً برای توئه. اگه مدتی حس می‌کنی همه چیز دست به دست هم داده تا تو رو تحت فشار بذاره، بدون که این یه نشونه است. نشونه این که داری به نقطه عوض شدن همه چی نزدیک میشی. بعضی وقتا درست وقتی حس می‌کنیم ته خطیم، یه پنجره تازه باز میشه. پنجره به سمت آسایش، ثبات و آزادی مالی. شاید بارها تلاش کردی، کار کردی، دعا کردی، تکنیک‌های جذب رو امتحان کردی، ولی جواب نگرفتی و گفتی مگه من چیمه که برای بقیه جواب میده ولی برای من نه. حقیقت اینه که تو هیچ مشکلی نداری. تو کمکاری نکردی. تو لیاقت نداری نیستی. اگه زندگیت سخت بوده، اگه تا الان با کمبود و دست و پنجه نرم کردی، دلیلش این نیست که دنیا باهات دلش کرده. کائنات داشته آمادت می‌کرده. مثل کشاورزی که دونه‌ها رو می‌کاره ولی مدتی خبری از رشد نمی‌بینه. اون زیر خاک ریشه‌ها دارن کار خودشونو می‌کنن و الان وقتشه که اون ریشه‌ها رشد کنن، شکوفه بدن و میوه بدن. تا الان توی فصل ساختن بودی. ساختن ظرفیت، صبر، ایمان و قدردانی. هر وقت که با ورود فشار مالی باز هم کمک کردی، هر لحظه‌ای که با وجود نداری شکر کردی، همش ثبت شده، همش ارزش داشته. هیچ لحظه‌ای از نگاه کائنات مخفی نبوده. کائنات مثل یک نقشه‌کش حرفه‌ایه. در حالی که تو مشغول زندگی روزمره بودی، اون داشته مسیرها رو طراحی می‌کرده. اتفاقها، آدمها، فرصتها همه داشتن به سمت تو هدایت می‌شدن. الان، نه فردا نه ماه بعد، دقیقاً الان وقتشه که اون طراحی‌ها یکی یکی رو بشن. یه جورایی میشه گفت جهان مثل یه شطرنج‌باز حرفه‌ایه. هر حرکتی حساب شده است و الان نوبت توئه که مهرت رو جوری حرکت بدی که بازی رو عوض کنی. خیلی ها فکر میکنن پول فقط تیکه کاغذه یا فقط با کار زیاد میشه بهش برسی. ولی حقیقت اینه که پول یه شکلی از انرژیه، یه نوع جریان، یه نوع زبان که فقط وقتی باهاش هم فرکانس باشی وارد زندگیت میشه. شاید تا حالا زندگیت روی فرکانس ترس، اضطراب یا کمبود تنظیم شده بوده. اما الان داری فرکانست رو عوض میکنی. همین حالا که این پیام رو میشنوی، داری از حالت بقا وارد حالت جذب بشی. داری از ندارم میری سمت لیاقتش رو دارم. جالبش اینجاست که این انرژی کاری به گذشتت نداره، کاری به حساب بانکی، بدهیات یا شغلت نداره. فقط با چیزی که الان هستی، با ارتعاش الان تو کار داره. بعضی‌ها فکر میکنن پول باید یه دفعه از آسمون بیفته یا یک جایزه ببرن. ولی کائنات معمولاً مسیر طبیعی رو انتخاب میکنه. ممکنه یه آشنا یادت بیفته که سالهاست ندیدیش، ولی الان یه پروژه مشترک پیشنهاد بده. ممکنه یه مشتری جدید بیاد که تبدیل بشه به بهترین درآمدت. ممکنه کاری که تا دیروز درجا میزد یه دفعه رونق بگیره. جهان محدود به یک راه نیست. هزاران مسیر برای رسوندن پول بهت داره. مهم اینه که تو باز باشی. نخواه همه چی رو کنترل کنی. نپرس کی و چطور. فقط آماده باش. از همین لحظه‌ای که شروع کردی این پیام رو شنیدن، انرژیت عوض شده. تو داری سیگنال میفرستی به کائنات که بله، من آماده‌ام. و جالبه بدونی که نه فقط جهان، بلکه آدم‌هایی که باید بهت کمک کنن هم این سیگنال رو حس می‌کنن. حتی اگه خودشون ندونن چرا به سمت تو کشیده میشن. فرصت‌ها، اتفاقات، حتی یه پیشنهاد کوچیک میتونه شروع یه جریان بزرگ باشه. این یعنی جهش مالی فقط یه رویاست؟ نه، این یعنی الان توش داری زندگی می‌کنی. هر کدوم از ما یه داستان داریم. نه فقط در مورد گذشته و خاطراتمون، بلکه یه داستان نامرئی که مدام تو ذهنمون پخش میشه. من هیچ وقت پولدار نمیشم. اگه بخوام ثروتمند باشم باید خودخواه باشم و هزار تا دلیل دیگه. اینا داستان‌های مالی هستن که از بچگی شنیدیم، دیدیم، حس کردیم و ناخودآگاه باورشون کردیم. از حرفای پدر و مادر، از مشکلات خانواده، از فیلم‌ها، اخبار، جامعه و مدرسه، همش تاثیر گذاشته روی تصویر ما از پول. ولی سوال اینجاست. آیا این باورها حقیقت محض بودن یا فقط نسخه محدود دیگران بودن؟ آیا واقعاً پول چیزی که فقط برای بعضی هاست یا این فقط یک فیلتر ذهنیه که جلوی دید تو رو گرفته؟
وقتش داستانتو عوض کنی. وقتش اون لباس کهنه‌ای که سالها تنت بوده ولی دیگه بهت نمیاد و در بیاری. تو لایق پول هستی که بیاد و بمونه، نه فقط برای رفع نیاز، بلکه برای آرامش، برای امنیت، برای تجربه کردن زندگی که میخوای. حالا که داری این پیامو میشنوی، ممکنه فکر کنی که اینا فقط یه سری حرفای قشنگن. ولی نه، این یه فراخوانه برای بیدار شدن یه چیز عمیق‌تر در درونت. در درون هر انسانی یه سری کدهای فراوانی وجود داره. این کدها از قبل تولدت در آگاهی تو کاشته شده. مثل یه نرم افزار از پیش نصب شده، فقط لازمه فعال بشن. وقتی تو شروع می‌کنی به باز کردن ذهنت، به حذف باورهای محدود کننده، این کدها شروع می‌کنن به روشن شدن. مثل یه لامپ که برق بهش برسه، شروع می‌کنه به درخشش. و وقتی این اتفاق بیفته، جریان انرژی پول به سمتت کشیده میشه. بدون اینکه تقلا کنی، بدون اینکه زور بزنی. آدم‌هایی که این کدها توشون فعال میشه، انگار اتفاقات خوبی براشون میفته، از همه طرف. نه اینکه بی‌دلیل، بلکه چون فرکانسشون عوض شده. حالا بذار یکم عمیق‌تر بریم توی کار ارتعاش. شاید این واژه رو زیاد شنیده باشی، ولی واقعا یعنی چی؟ هر چیزی توی این دنیای ارتعاش داره یه فرکانس خاص. پول هم یه ارتعاش داره، حس فراوانی، امنیت، گسترش. وقتی تو توی حالت ترس، نگرانی یا کمبود باشی، ارتعاشت خیلی پایین‌تر از ارتعاش پوله. و چون قانون جذب مشابه رو جذب می‌کنه، تو فقط موقعیت‌هایی رو جذب می‌کنی که با اون ترس و کمبود هماهنگن. اما اگه شروع کنی به زندگی روی فرکانس بالا، یعنی حس کنی که پول هست، که تو لیاقتشو داری، که جهان مهربونه، اون وقت اتفاق میفته. ارتعاشات بالا مثل آهنربا عمل میکنن. نه فقط پول، بلکه فرصت، آدمهای درست، ایده‌های ناب، زمانبندی عالی، همه‌اش سمتت میاد. برای شروع کافیه چند دقیقه هر روز بشینی و خودتو تصور کنی توی حس امنیت مالی، نه صرفاً تجسم، بلکه رفتن توی اون حس. وقتی حس کنی که انگار همین حالا همه چی خوبه، همین الان هم درهای جدید باز میشن. خیلی وقتا ما فکر میکنیم باید همه چیز خودمون کنترل کنیم. باید بدونیم پول از کجا قراره بیاد، کی بیاد و چطور بیاد. ولی این دقیقاً جاییه که جریان قطع میشه. چون وقتی سعی میکنی همه چیزو مهندسی کنی، در واقع داری به جهان میگی من به تو اعتماد ندارم. اجازه بده کائنات باهات کار کنه. شغل تو این نیست که مسیر پول رو تعیین کنی. شغل تو اینه که آماده باشی، هم فرکانس باشی و باور داشته باشی. خیلی وقتا پول از جایی میاد که حتی فکرش هم نمیکنی. این یعنی رها کردن کنترل و اعتماد به هوش بالاتری که تو رو هدایت میکنه. یکی از بزرگترین دلایلی که مردم پول جذب نمی‌کنن اینه که ناخودآگاه دارن جلوی ورودش رو میگیرن. نه اینکه عمدن نخوان، ولی باورهاشون، ذهنشون، احساسات قدیمیشون یه جور دیوار ساختن دورشون. مثلا وقتی به هدیه پولی میرسه و فوری میگی آخ جون، ولی حیف که زود تموم میشه. یا میگی من هیچ وقت نمیتونم پس‌انداز داشته باشم، داری همون لحظه سیگنال مقاومت میفرستی. سیگنال اینکه من آمادگی نگه داشتن پول رو ندارم. پس تمرین ساده ولی خیلی مهم. هر وقت پولی وارد زندگیت شد، حتی اگر 1000 تومان باشه، براش جا باز کن. تشکر کن. حس کن که این فقط شروعه. نگو کم بود. نگو به دردم نمیخوره. پول یه موج زنده است. حس میکنه تو باهاش چطور رفتار میکنی. اگه احساس کنه که قدرش رو میدونی، بیشتر میاد. و اگه حس کنه طردش میکنی، کم کم دور میشه. دریافت کردن یعنی من لیاقت دارم، من آماده‌ام، من اجازه میدم بیاد، بمونه و رشد کنه. حالا که داری با این جریان همسو میشی، یه سری نشونه‌ها توی زندگی ظاهر میشن که اگه حواست نباشه فکر می‌کنی تصادفی‌ان. ولی نه، اینا سیگنال‌های کائناتن، مثل چراغ‌های راهنما. نشونه اول دیدن عددهای تکراریه. اینها کدهای کیهانی‌ان، علامت اینکه داری وارد مدار جدید میشی. نشونه دوم دیدن پول حتی اگه فیزیکی نباشه، مثلا توی فیلم، روی زمین یا حتی توی خواب. اینا نشونه است که پول داره وارد میدان آگاهیت میشه. نشونه سوم الهام‌های ناگهانیه. یه ایده، یه حس قوی، یه مسیر که تا دیروز نمیدیدیش یه دفعه برات روشن میشه. نشونه چهارم آدم‌های جدیدن. آدم‌های وارد زندگی میشن که ذهن باز دارن، حمایتت میکنن یا خودشون روی مدار فراوانی هستن. نشونه پنجم حس سبکی و امید حتی بدون دلیل ظاهری. مثل اینکه چیزی در درون بیدار شده باشه، چون واقعا هم همینطوره. حالا یه سری تکنیک ساده ولی فوق‌العاده موثر که میتونی هر روز انجام بدی. تشکر قبل از دریافت. هر روز صبح یا شب چند دقیقه وقت بذار و بابت چیزهایی که هنوز نرسیدن تشکر کن. مثلا بگو ممنونم بابت درآمد عالی که در راهه. سپاسگزارم بابت پولی که داره از مسیرهای غیرمنتظره میاد. دفتر فراوانی داشته باش. یه دفتر بگیر و توش بنویس. امروز فلان مقدار پول رو دریافت کردم. حتی اگه واقعی نباشه، این کار ذهن ناخودآگاه تو برنامه‌ریزی میکنه. با طبیعت ارتباط بگیر. رفتن تو طبیعت باعث پاکسازی فرکانست میشه. چون طبیعت همیشه تو حالت وفوره. درخت‌ها، دریا، آسمون همه دارن با تو صحبت میکنن. کافیه گوش بدی. نکته بعدی لمس پول با احترامه.
پولت رو مچاله نکن. باهاش با احترام رفتار کن. بذارش توی کیف تمیز، مثل یه دوست ارزشمند، چون هر چیزی که احترام بگیره بیشتر میشه. و آخرین نکته، بخشش کوچیک اما با نیت بزرگ. هر چقدر هم کم داری، یه بخش کوچیکش رو ببخش، نه از روی ترحم، بلکه با نیت گسترش انرژی پول. ذهن فقیر همیشه به کم فکر میکنه، به صرفه‌جویی، به ترس، به قصه عقب افتاده، به خرج پیش رو. ولی ذهن ثروتمند همیشه میپرسه چطور میتونم خلق کنم، چطور میتونم ارزش بدم، چه فرصتی اینجا مخفیه که بقیه نمیبینن. تبدیل ذهن فقیر به ذهن ثروتمند مثل عوض کردن عینکه. همه چی همونه، ولی تو دیگه یه جوری دیگه میبینی. برای این تبدیل این 3 قدم رو هر روز تمرین کن. 1. پیدا کردن افکار محدود کننده. هر وقت شنیدی که درونت گفت پول سخته، من نمیتونم، فوراً بنویسش. فقط آگاه شدن بهش نصف راهه. 2. جایگزینی با باور جدیده. جای اون فکر بگو پول همیشه در اطراف منه. من مغناطیسم برای ثروت، پول دوست منه. و 3. زندگی کردن مثل آدم ثروتمنده، حتی اگه هنوز نیستی. این یعنی چی؟ یعنی با خودت مهربون باش، به خودت احترام بذار، چیزای خوب برای خودت بخوا. خسیس بودن با خودت فقط ذهن فقیر رو تقویت میکنه. حتی میتونی توی ذهنت برای خودت خرید کنی. فرض کن از همین امروز بدون اینکه شرایط بیرونی فوراً تغییر کنن، یه تغییری درونت اتفاق بیفته. یک تغییری که تو رو از حالت اضطراب، نگرانی و محدودیت میبره به سمت آرامش، ایمان و اعتماد. فردای تو میتونه این شکلی باشه. صبح بیدار میشی و به جای اینکه ذهنت بره سمت بدهی و قسط، یه حس سبک در قلبت داری. به جای چک کردن موجودی بانک با ترس، با حس کنجکاوی و قدرت بهش نگاه میکنی. تو دیگه دنبال پول نمیدوی، پول داره دنبال تو میگرده. نه از سر اتفاق، بلکه چون ارتعاشت رو تغییر دادی. جهان فقط داره پاسخ میده به کسی که یاد گرفته به خودش احترام بذاره، باور کنه که ارزشمنده و اجازه بده نعمت وارد بشه. این فقط یه لحظه نیست، یه فراینده. همونطور که عضله سازی با یه بار باشگاه رفتن اتفاق نمیفته، ذهن ثروتمند هم نیاز به تمرین داره. اما خبر خوب اینه که تو همین حالا قدم اول رو برداشتی. همین الان فرکانس دیگه همون قبلی نیست. حالا یه جور بیداری اتفاق افتاده، یه یادآوری. از اینجا به بعد هر روز فقط یه کار کوچیک بکن. یه فکر درست، یه حس درست، یه انتخاب کوچیک درست. این کارا کم کم روی هم جمع میشن و زندگیت رو از درون تغییر میدن. لازم نیست ناگهانی همه چی عالی بشه ها. لازم نیست فوراً همه بدهی ها تموم بشه. کافیه انرژیت از ترس به اعتماد برگرده. و وقتی این اتفاق بیفته، واقعیتت هم دنبالش تغییر میکنه. میخوای بدونی فراوانی یعنی چی واقعا؟ فراوانی یعنی بدونی همیشه راهی هست، بدونی پول فقط یکی از شکل‌های حمایت کائناته، بدونی اگه با خودت در صلحی، زندگی هم باهات در صلحه. فراوانی یعنی بتونی یه هدیه بخری برای کسی که دوستش داری بدون استرس. یعنی بتونی یه روز رو کامل برای خودت وقت بذاری بدون عذاب وجدان. یعنی یه فرصت آموزش رو از دست ندی فقط چون پول ندارم. یعنی لبخند بزنی حتی وقتی هنوز همه چی عالی نیست، چون باور داری که مسیر روشنه. تو لایق بهترینی، لایق حس امنیتی، لایق حساب بانکی که هر وقت نگاهش میکنی لبخند بزنی، لایق سبک زندگی که نه فقط بقا بلکه شکوفایی باشه. تو برای این به دنیا نیومدی که تا آخر عمر بجنگی برای زنده موندن. تو برای این نیومدی که با قرض و استرس و ترس از فردا زندگی کنی. تو اومدی که بدرخشی، که خلق کنی، که ببخشی و دریافت کنی، که مثل خورشید بتابی، نه چون خواستی بلکه چون این طبیعت توئه. از امروز تو یه آدم معمولی نیستی، تو یه فردی هستی که با آگاهی حرکت میکنی، که میدونی فراوانی حق توئه، نه یه امتیاز برای بعضی‌ها. پس به خودت قول بده که دیگه خودتو کوچیک نبینی، که خودتو دست کم نگیری، که به نشونه‌ها اعتماد کنی و به جای جنگیدن با پول باهاش دوست بشی. حالا نوبت توئه. اگه تا اینجا اومدی، بدون که یک تغییر واقعی توی روحت اتفاق افتاده. این فقط یک انگیزه نبود، این یک بیدار بودن بود. از این لحظه بعد تو دیگه همون آدم قبلی نیستی. پس لطفاً هر اتفاق مالی کوچیکی رو جدی بگیر، با دلتنگی‌ها مهربون باش، ولی توش نمون. خودت رو لایق بدون، نه فقط با حرف، با عمل. و اگه خواستی این مسیر رو ادامه بدی، به پیام‌های درونیت گوش بده، مراقبه کن، حتی چند دقیقه در روز درباره پول با عشق حرف بزن، نه با ترس. و یادت باشه پول یه برکت طبیعیه، نه یه دشمن پنهان. ممنونم که تا این ویدیو همراه من بودی.